در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، هنگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. بزرگداشت دانشمندان جزء سنن پسندیده تاریخ انسان است. تجلیل، تکریم و یادآوری گفتار و کردار این بزرگواران در شرایط بحرانی گامی است در جهت نجات از بحران. وبنار تجلیل از عملکرد وحدت آفرین آیت الله العظمی میر علی احمد حجت کابلی که به مناسبت 49مین سالگرد وفات ایشان دایر شده، یقیناً گام مؤثر در این راستا است. در حد گنجایش یک مقدمه عرض می شود. 2 بهار از عمر میر علی احمد کوچک گذشته بود که پدرکلان، پدر و کاکایش با عده‌ای از مؤمنین مرادخانی به دستور عبدالرحمن خان شهید می شوند و تمام داراییشان را به زور می گیرند. برادر بزرگ ایشان علامه بلبل که 15 سال داشت مجبور به مهاجرت شد و به ایران رفت. بعد از 10 سال بلبل بر می گردد و میر علی احمد 10 ساله را با خود به مشهد می برد. این تلمس مبدئی برای کارهای پخته و سنجیده شده حضرت آیت الله العظمی حجت کابلی می شود و در نتیجه در سال 1325 مذهب جعفری در کابل علنی می شود و حاکمان افغانستان در مراسم مذهبی با احترام شرکت می نمایند. حضرت آیت الله حجت برای تقریب مذاهب و پیوند دلهای مسلمین هدایتین، مشکات شریف، صحیح بخاری، صحیح مسلم را تدریس می نمود. رادیو کتاب خوشنود است که یاد این بزرگ مرد و کرده های وحدت آفرینش را با حضور جمع از علما و دانشمندان عصر حاضر ضبط تاریخ می نماید، بدان امید که ذکر کرده ها و گفته های ایشان برای آنان که فضیحت های ایل و تبار خیش را فضیلت می بیند و فضیلت های دیگران را نمی بینند و موجب وهن به اسلام و مسلمین می گردند، پند گیرد و بجای دمیدن به تفرق قومی به وحدت روی آورند. حضور همه شما دانشمندان را گرامی داشته و از همه بزرگواران سپاسگزارم که ایجاز در سخن را رعایت می کنند. با قرآن می آغازیم که آغازگر قصه هستی است. قاری صاحب اسدی بفرمایید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. با تشکر فراوان از قاری صاحب اسدی، حال از دکتر صاحب فخرالنساء فیضانی میخواهیم که ترجمه آیات متبرکه را به پشتو تقدیم کنند.
ترجمه: د مؤمنانو څخه ځینې هغه کسان دي چې د هغه پیمان چې د لوی الله سره یې تړلی دی وفا وکړ، او ځینې په شهادت ورسېدل، او ځینې نور انتظار یې لري، او هیڅ کله عقیده یې تبدیل نه کړ، ترڅو خدای تعالی جل جلاله د صادقانو لپاره د دوی د صدق جزا ورکړي، او منافقانو ته که وغواړي کولی شي عذاب ورکړي او یا وبخشي، چې الله همیشه مهربان او بخښونکی ذات دی. صدق الله مولانا العظیم. با تشکر بسیار زیاد از دکتر صاحب فیضانی که با وجود کوتاهی وقت ترجمه بسیار خوب و شایسته ارائه کردن. حالا نوبت اول میتیم به جناب آقای عادلی. بسم الله الرحمن الرحیم. من کلام علی بن ابی طالب علیه السلام مع کمیل بن زیاد نخعی: والعلماء باقون ما بقیت دهر، اعیانهم مفقوده، امثالهم فی القلوب موجوده. امام علی علیه السلام ارزش علم و دانشمندان این گونه بیان میکنه: دانشمندان تا دنیا برقرار است زنده است، بدنهایشان گرچه در زمین پنهان اما یاد آنان در دلها همیشه زنده است. من به نوبه خود 49مین سالگرد ارتحال آیت الله العظمای حجت کابلی را و بیت آن مرحوم و به علاقمندانش تسلیت میگم. از جناب استاد محسنی گرداننده رادیو کتاب که برنامه‌های خوب با حضور محققین و نویسندگان برگزار میکنه، ما در اینجا یک تشکر ویژه داریم. همینطور از حضور نویسنده زندگی نامه مرحوم آیت الله العظمای حجت جناب حجت الاسلام المسلمین سید خلیل حجت، یکی از نوادگان مرحوم آیت الله حجت، به عنوان مهمان در این جمع خوش آمد میگم. آیت الله حجت از رسیدن به مدارج علمی در سن 39 سالگی و در دوران حکومت امان الله خان، یعنی سال 1307 خورشیدی وارد کابل شد و با سیاست نرمیش و تدبیر با ایجاد مراکز دینی، فرهنگی و اجتماعی، رفع تقیه و ایجاد تفاهم میان پیروان مذاهب اسلامی و دستاوردهای فراوانی داشت. در رابطه با اون مرحوم صحبت‌های خود من با 2 نکته تاریخی آغاز میکنم. یکی این که یک مورخ و مستشرق آلمانی به نام لیون پیلادات، او به نقل از یک مورخ سرشناس آلمانی که سال 1913 میلادی 1292 خورشیدی به افغانستان سفر داشت، از وضعیت اسفبار و تعصب حکام گزارش نوشت که دقیقاً زمانی بود که دختران به کنیزی گرفته میشد. یکی از بازاران معروف برده فروشی ارزگان بود. او خاطرات خود این رابطه می نویسه و بعد در ادامه می نویسه که 15 سال بعد، یعنی دقیقاً سال 1928 میلادی میشه که 1307 خورشیدی باشه، میگه من دوباره به افغانستان سفر کردم، وضعیت کاملا تغییر کرد. و بعدش می نویسه که من جمله خودش هم میخوایم بگیم که میگه وقتی به کابل رفتم در چنداول عالم شیعی را دیدم که منظورش آیت الله العظمای حجت است که در بالای منبر سخنرانی میکرد. این جمله از همین مستشرق آلمانی، دانشمند و محقق و نویسنده آلمانی است. میگه او در بالای منبر سخنرانی میکرد و او مجدد و احیاگر دیانت و اندیشه در عصر و محیطی بود که مخالفین خود دعوت و مناظره میکرد. یک نکته که از یک دانشمند آلمانی که خاطرات خود نوشته، 15 سال قبل و 15 سال بعدش، که هر دو مجموعه را تعریف میکنه که جریان از اون مفصله. من فقط خواست میگم نکته تاریخی دوم که من میخوایم عرض کنم، در حوت سال 1249 خورشیدی، در زمانی که خلافت شریف عبدالله حسنی پادشاه عربستان، یکی از علمای مطرح جهان اسلام به حج مشرف میشه و در خانه شخصی به نام موسی بغدادی در مکه سقر میشه. شریف عبدالله از او عالمی بزرگ به منزل خود دعوت میکنه
و اما او به شاه یک چیز را می نویسه، یک روایت را از پیامبر که من او روایت خدمت شما میخوانم که بعد شاه عربستان تصمیمش تغییر میکنه. می نویسه اذا رأیتم العلماء علی باب الملوک فقولوا بئس العلماء و بئس الملوک. اگر دیدین که علما به دربار پادشاه ها رفت، بفهمید که بدترین علما و بدترین پادشاه ها همونا هستند. و اذا رأیتم الملوک علی باب العلماء فقولوا نعم العلماء و نعم الملوک. اگر دیدین که پادشاه و زعیم سیاسی یک کشور و یک تان به در خانه پادشاه رفت، به در خانه عالم رفت، بفهمید که بهترین پادشاه و بهترین عالم اوست. این روایت از زبان پیامبر می نویسه، به شاه عربستان سعودی عالمی مطرح جهان اسلام میفرسته و بعدش پادشاه عربستان تصمیم میگیره که به دیدن یه عالم بیاید. شما هر شب که همین دو تا نکته تاریخی را میخوایم تا تفاوت دانشمندای دیروز و امروز بازگو کنه. همین دو تا تاریخی را که یکی از یک مستشرق آلمانی خدمت شما عرض کردم و یکی هم شاه عربستان سعودی عبدالله حسنی. و این به ما می آموزه که تفاوت بین علمای دیروز و علمای سیاست زده امروز از کجا تا کجا. لذا این نتیجه رو میگیریم در شرایط فعلی با الگو گرفتن از زندگی عالمان و دانشمندان دیروز میطلب پیروان مذاهب اسلامی متحدانه برای نجات افغانستان در قبال اندیشه افراطگرایی موضع روشن و مستقل داشته باشند. امروز در کشور ما واقعا ضرورت ایجاب میکنه چون این اقدامی باید صورت بگیره و یک از ضروریات جامعه افغانستان احساس میشم. دو تا نکته دیگر رو عرض میکنم، صحبت خود جمع میکنم. و چند جهت در گذشته همینا بودن که متاسفانه اختناق نخبه ستیزی سیاست راهبردی در حکومت‌های مستبد گذشته افغانستان بود، در حالی که نخبگان یا به تعبیر دیگه مدیران اجتماعی جامعه که اونا فعالیت آزادانه داشت، در قلوب مردم جای داشت با تولید علم، اندیشه، توسعه فرهنگی در همه عرصه ها، منظور عرصه های اجتماعی، شایسته سالاری را به وجود آورده بودند و موجب پیشرفت و بالندگی و رشد افغانستان و حتی ثبات سیاسی حکومت ها اینا میشدن. از جمله نخبگان افغانستان که در نیم قرن اخیر بدون هیچ اقدام سیاسی، چون حکومت ها میترسید بدون هیچ اقدام سیاسی و یا اونا اقدامات نظامی داشته باشند، اینا بناحق زندان میشدن، شهید میشدن، به خاطری که حکومت ها میترسیدن و یک عده ملاهای درباری را همیشه در طول تاریخ حکومت ها داشتند. من یک چند نفری را که در همین سده اخیر بدون هیچ جرمی فقط دشمن از اینا علمش بوده، خدمتگزاری درستی بوده و فعالیت های اجتماعی بوده، روشنگری مردم و جامعه افغانستان بوده، اینا رو بدون هیچ دلیلی بردن زندان کردن و شهید کردن. یکی هم فقیه بیدارگری نوگرا آیت الله العظمای شهید سید محمد سرور واعظ. دیگه دعوتگری، واقعا یک دعوتگری الله بود و شخصیت تاثیرگذار بود، مولانا شهید محمد عطاالله فیضانی که واقعا افتخار جامعه افغانستان بود. فخر حوزه های علمی افغانستان میشه گفت آیت الله العظمای شیخ محمد امین افشار و یک شخصیت دیگه انصافا از نظر اخلاق از نظر برخوردهای اجتماعی واقعا الگو بود که او رو ما همیشه مرزبان مدبر میگفتیم. علامه شهید سید عبدالحمید ناصر عالم متوحد دیگه بود که واقعا ما صحبت‌های اونا را که میشنویدیم گاهن نه در زمان حیاتش، چون موقع ما کوچیک بودیم، ولی کسیتایش ما شنیدیم. مولانا شهید امان الله که مشهور به خان مولوی بود. همینطور دیگه بزرگا که ما یک کتابی را نوشتیم به نام شهدای نخبه و مرزبانان افغانستان که در اون کتاب 75 نفر در جلد اولش، البته ادامه داره، جلدهای بعدی ممکنه چاپ شود و ما در صدد چاپش هستیم، در اونجا 75 نفر از دانشمندا، شخصیت‌ها، چی
اونایی در حوزه دینی بوده و چی اونایی که در دانشگاه بوده، از اونا یادآوری شدن. خیلی از اینا به جرمی انمی تولید علم، توسعه فعالیت‌های فرهنگی، مثلا آیت الله واعظ کتابخانه بسیار غنی داشت که تا 100,000 تعداد کتابش شمرده بودن در اونجا. یا مثلا علامه فیضانی کتابخانه بسیار غنی داشت. اینا فقط در رابطه با آگاهی مردم فعالیت داشتن. نکته دومی که من میخوایم عرض کنم در اینجا، اگر همین علمای شهید نبودین خبری از احکام الهی نبود. ایره بدون تعارف عرض کنم. از این جهت بر ما لازم و ضروریه که در شناساندن از اونا، برای الگو گرفتن از اونا هر کدام ما تجلیل کنیم. همینطوری که از آیت الله نظمی حجت ما در اینجا یادآوری میکنیم که ما در ابتدا از گرداننده رادیو کتاب تشکر کنیم که محققین و نویسنده ها را اینجا دعوت میکنه، در رابطه با آثارشان بحث میشه، تبادل نظر میشه. همینطور در رابطه با شخصیت هایی که واقعا در کشور خدمت کرده اینا باید معرفی شه، و مخصوصا علمایی که به جهت زندان شدن، شهید شدن و از همین جهت که مدیران اجتماعی جامعه افغانستان که همین دانشمندانش باشه اینا رو زندانی کردن و شهید کردن. امروز ما در خلای رهبری قرار داریم. اگر او بزرگان ما می بود، شخصیت های ما می بود، امروز این وضعیت و این فجایع در جامعه افغانستان به وجود نمی آمد. و من خواهش من اینه که با ادامه اینمی گفتگوها و اینمی نشستها باید به اینمی رهبرای قلابی که قهرمان سازی میکنه و اینا باعث فجایع شده، متاسفانه امروز به نام اسلام، قبلا به نام جریان‌های چپی و بعد به نام جریان‌های راستی که متاسفانه مردم به نمو حکومت‌های دیکتاتوری و ظالمانه گذشته به یک رؤیا برای مردم تبدیل شده بود. عملکرد اینا بودن. باید اینمی شخصیت‌های گذشته الگو قرار بگیرم، اینا یادبود شوه و از زندگی از اینا باید درس گرفته شوه. و یک نکته آخرم در رابطه با آیت الله حجت من عرض میکنم، صحبت من پایان میتونم. آیت الله حجت یکی از خدماتی بسیار بزرگی را که انجام داد، شاگردان زیادی تربیت کرد، علمای زیادی چی از اهل سنت چی از اهل تشیع ایشان تربیت کرد که من میخوایم یک جمله از یک از شاگردای معروفش به نام آیت الله العظمی علامه شهید سید محمد سرور واعظ عرض کنم که او میگه که تمام علمای افغانستان یا بدون واسطه و یا مع واسطه شاگردی حضرت آیت الله حجت هستند. آیت الله سید ابوالحسن فاضل که یک شخصیت دیگری است که واقعا از شخصیت‌های تاثیرگذار در صلح و بیداری سالهای اخیر افغانستان بود و خیلی در رابطه با اصلاحگری تلاش کرد. او میگه این مرد، منظور از آیت الله حجت، میگه این مرد کار ساده نکرد که بیاید بگوید شیعه حق و سنی ناحق، نه، بیدار کرد و آگاهی داد این مرد به گردن مردم شیعه و جامعه تسنن حق دارد و آنها را بیدار نمود و تشیع جعفری را از تشیع غالی تفکیک نمود. بعضیا می آمدن در رابطه با حضرت علی واقعا غلو میکرد. یکی از مبارزات آقای حجت، مرحوم آیت الله حجت، در برابر اینمی غالیا بود، اونایی که می آمدن افراط میکردن، غلو میکردن در رابطه که ما با اونا غالی میگیم. شخصیت دیگه ای که باز در رابطه با آیت الله حجت هست مولانا شهید محمد ابراهیم مجددی که در روز وفات آیت الله حجت آمد گفت آیت الله حجت تنها مربوط به شیعیان نیست بلکه مربوط به سنی ها و شیعیان می باشد، زیرا او با معرفی صحیح شیعیان باعث استحکام وحدت شیعه و سنی شد. یک جمله هم از یک شخصیت فعلی خود ما میگیم، ما در رابطه با شخصیت ها عرض خود تمام میکنیم. آیت الله العظمی مرحوم شیخ محمد آصف محسنی که انصافا شخصیت علمی و دارای آثار زیادی هستند، او هم در رابطه با آیت الله حجت صحبت های زیادی داره. از جمله میگه که آیت الله حجت خدمات فراوانی را برای گسترش فرهنگ دینی در کشور انجام داد و تلاش کرد تا فاصله ای را که میان مسلمانان توسط استعمارگران خارجی و منافقین داخلی به وجود آمده را کوتاه نماید. لذا ویژگی‌های اخلاقی، ساده زیستی، انس با قرآن، جنبه‌های معنوی که آقای حجت داشت، عمری از خدماتش ماندگار است که در 12 ثور 1353 وفات کرد. یاد خاطرش گرامی باد و همینطور برادر بزرگش علامه بلبل که من این نکته را عرض کنم، حتما دوستا سرچ کنه در همین شبکه‌های
اجتماعی به نام سید محمد کاظم بلبل. اشعارش موجوده و ما که شعرشناس نیستیم، کسایی که اشعار شناس میگه که بلبل با حافظ و سعدی پهلو میزد و در دایره المعارف و آریانا مقام علمی و مقام ادبی بلبل کاملا اونجا معرفی شده و یکی از ادبا و یکی از شعرا و یکی از نویسنده ها و یکی از شخصیت های علمی افغانستان است که متاسفانه به باد فراموشی سپرده شده. من از این جهت هم خواهش من که انشالله حتما دوستا تحقیق کنه، معلومات بگیره در رابطه با علامه بلبل که حق به گردن همه داره. برادر بزرگ مرحوم آیت الله حجت بوده، در تربیت آیت الله حجت و برادر دیگهش به نام آقای شریعت خیلی زحمات رو متحمل شد. خداوند ان شاء الله روی هر دو بزرگوار و هر سه برادر رو رحمت کنه و هر سه شان، همونطور که آقای حجت در کابل، مرحوم شریعت در هرات و علامه بلبل قبل از او خدماتی را انجام داد برای فرهنگ و توسعه فرهنگی جامعه تاریک و نابسامان افغانستان. خداوند ان شاء الله روحش را از همه شاد بگردانه. اگر یک کمی صحبتی من طولانی شد عذر ما را بپذیرید. خدا شما را حفظ کنه. عادلی صاحب خیلی صحبت‌هایتان شیرین، از کوزه همان تراوت که در روز شما تحقیق کردین. ماشاءالله هر بخش فرمایشاتتان میتونه یک سرفصلی باشه برای مسائل بسیار مهم اجتماعی. من امیدوار هستم که هر زمانی که دوستا وقت کنه در مورد آقای بلبل هم جلسه بگیریم. نوبت بسپاریم به جناب حجت الاسلام و المسلمین سید خلیل حجت. جناب آقای حجت بفرمایید، مایک باشه. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و علی آل الطیبین الطاهرین و خلفائه الراشدین. من در خدمت شما هستم. آقای محسنی، هر سوالی باشد، فرمایشی باشد، در خدمت شما هست. بسیار قصد می بود که برنامه بعدی را به شکل سوال جواب بگیریم. تصور میکردم مال شما چند دقیقه گپ میزنین. بسیار به صورت مختصر من زندگی نامه آیت الله العظمی حجت خواندم که یک پاراگراف بود از امو زمانی که 2 ساله ابوی و کاکایشان و همچنان پدرکلانشان عبدالرحمن خان با جمعی از مردمای مرادخانی شهید میکنه. ایره من خواندم. شما اگر در ادامه از زندگی نامهشان چیزای داشته باشین بفرمایین، بعد از سایر علما میشنویم و انشالله هر زمانی که شما وقت داشتین تنظیمش میگذاریم به گردن آقای عادلی. باز یک برنامه گفت و شنود بین علما باید داشته باشیم ما و ایران تنها در آیت الله حجت بسنده نکنیم. همه علما سر ما حق داره. آیت الله حجت پیشتازش بوده و همچنان رادیو کتاب هرگز متعلق به مذهب واحد نیست. ما متعلق به انسانیت هستیم. دوست داریم که شخصیت‌های افغانستان ما یک دقیقه عرض کنم خدمت شما بعض مطالب را چند روز قبل عموی بزرگوار ما حضرت آیت الله سید محسن حجت من شنیدم بیان کردن و آجای عادلی هم به نکات خیلی خوبی اشاره کردن. شما شنیدید، شما هم فرمودید که در اون دوران اختناق آقای حجت در زمان عبدالرحمن خان چشم به دنیا گشود و 2 ساله بود که جدش و عمویش و پدرش و عبدالرحمن خان با عده‌ای از چندوالی ها اینا و مردم مرادخانی به شهادت رسانید و ناگزیر اینا در سن 12 سالگی راهی مشهد مقدس شدند و اونجا در مدرسه عبدالخان، یکی از مدارس عبدالله خان مدارس مشهد مقدس بود، اونجا مشغول به تحصیل شدن. حدود 12-13 سال یا بیشتر و کمتر در مشهد مقدس در محضر علمای بزرگ کسب علم و دانش نمودن و بعد از اونجا رفتن قم و در قم هم در محضر حضرت آیت الله العظمی مرجع وقت شیخ عبدالکریم آهیری بودن. حدوداً 2 سال اونجا بودن و کلاس درسی هم داشتن اونجا. علاوه بر این که درس خارجیشان شرکت میکردن، شاگردان هم در قم داشتن. یکی از شاگردانشان آقای بهاءالدینی است که خودش در زندگی نامه خودش مطلب رو بیان کرد و تعریفات و توصیفات زیاد از زبان ایشان در رابطه با آقای حجت شده، در رابطه با علمش، در رابطه با تقوایش. و از اونجا هم
رفتن نجف اشرف. در نجف اشرف هم خدمت آقای اصفهانی، آقای آضیاءالدین عراقی و آقای ناهینی تلمس کردن. حدود شاید 3-4 سال اونجا بودن. بعد عرضم حضور انور شما با گرفتن اجازه خطهای اشتهاد از مراجع اون دوران، آقای ناهینی، از آقای ناهینی فعلا پیش ما نیست، مفقود شده، ولی اینو دوستان عزیزان شاگردانشان شهادت دادن، گفتن ما به چشم خود دیده بودیم. از آقای اصفهانی است، از آقای اصفهانی است پیش ما، از آقای ضیای عراقی هم است پیش ما اجازه خطهای اجتهادیشان. بعد آمدن افغانستان و در اون دورانی که ایشان در افغانستان تشریف آوردن، شاید اواخر حکومت امان الله خان بوده که همون زمان درگیری بین امان الله خان و بچه سقو بوده که در نتیجه دولت سقوط کرد و بالاخره بعد آمد دوران نادرشاه و در این دوران ایشان شروع کردن به تبلیغ دین، به تبلیغ مذهب، به تبلیغ اسلام. وقتی که ایشان شروع کردن کسی نداشتن. اونطوری که من از شاگردانشان شنیدم که خودش به شاگردانش گفته بود، حدود 4000 یا 2000 خانه در همین چندوال از مردم تشیع بودن. دیگه از این مردم چندوال 4 خانواده از من حمایت، 4 تا. اینا همهشان وحشت داشتن، میگفتن ما باید تقیه کنیم، باید مذهب آزاد نشه، باید اظهار نکنیم ما شیعه هستیم. ایشان در جواب میگفت نه، دیگه الان وقتی تقیه تمام شده، ما باید مذهب رو و شیعه بودن خود رو از انزوا بیرون بیاریم، باید برملا کنیم. بالاخره این 2000 خانه 4 خانواده نشان حمایت کردن. اون 4 تا خانواده اسمشون ما در همین زندگی نامه‌ای که حاجی آقای رجا خدا رحمتش کنه تدوین کرده بود آوردیم. این خانه ها از حجت حمایت کردن. بعد عرض حضور انور شما یک مسئله جزئی که من عرض کنم اینجاست. ایشان نماز دستباز را با گذاشتن مر در اولین بار در مسجد خافیای چندوال شروع کرد. وقتی شروع کردن، بعد از چند شبی، یک شب کوتوالا آمدن و ایشان رو بردن به هر. وقتی که رفتن هر، خودش نقل میکرد که هاشم خان زمان صدر اعظم دیدم هاشم خان بسیار ناراحت است. و همین تیکر خدای شماست که بهش سجده میکنید. دو مر رو پیش کرد، همین تیکر خدای شما. هم نه، نعوذ بالله، ما به این خاک خدا را سجده، نه اینکه خدای ما باشه. و به فتوای کی کار میکنیم؟ من میخوام این نکته را عرض اینجا که آقای حجت علاوه بر این که بر فقه شیعه وارد بود، بر فقه اهل سنت هم وارد. به بیشتر برادر عزیز ماجرای عادلی یک نکته را از آقای فاضل بیان کردن. آقای فاضل در اون سخنرانیش که نوارش پیش خود موجود است، ایشان فرموده در اونجا که آقای حجت به مذاهب غربی اهل سنت هم وارد. واقعا هم وارد. ایشان در جواب گفت که ما به فتوای امام ابو حنیفه این کارو می‌کنیم. بعد هاشم خان سوال کرده بود که فتوای امام ابو حنیفه چیست؟ و فتوا اینه که سجده بر هر چیز جایز است، هر چی از زمین باشه جایز است. خب یکم این پتوس که شما سر میمونین، این فرشه که میگذارین، و قدیفه است که میگذارین یا روی خاک میگذارین، یکم این خاک است که ما به این نحو درست کردیم. و بعد رویش به طرف رئیس تمیز کرد مولوی محمد نبی کاموی. اون زمان عده‌ای از علمای دیگر از برادران اهل سنت هم حضور داشت و به پشتو به اونا گفت که استثناء نکوی امام ابو حنیفه. گفت اینا 3-4 تا سر به سر شدن، با هم صحبت کردن. گفت یکی بلند شد صدا کرد که استثناء نکوی. گفت هاشم شاه محمود خان بر اون نفره که گفت که استثناء کرده پرخاش کرد. و وقت استثناء نکرده چرا این بنده خدا رو در این نصف شب از خانه‌اش آوردین؟ الان زن و بچه زهره ترک میشه، زود اینا رو برگرد. گفت همینجا بود که هاشم خان احساس راحتی دیدم درش شد، یعنی از حالت عصبانی بیرون آمد. شاه محمود خان که بسیار از ما حمایت کرد، مرا بعد آوردن به خانه خود. این اولین برخورد من بود با ظاهر خان. خیلی جوان بودی، چیم نمیگفت. گفت اولین برخورد من بود با علمای اهل سنت و همچنین با دولتی. بعد ایشان فرمود که به همین منوال ما برنامه خود اساس تا پیش می بردیم که بار دیگر منو احضار. گفت این بار که من رفتم حدود 60 تن از علمای اهل سنت حضور. هاشم خان خیلی ناراحت. و من که وارد شدم سلام کردم. گفت همون دم در. و من اینجا استاد شدم، همه روی صندلی‌ها و چوکی‌ها نشسته بودن، من ایستادم. گفت روی خود کرد و باز در اینجا اون علمای اون شب بودن اونا حضور داشتن. علاوه بر اینا عده دیگر هم بودن که تعدادشان به 60 نفر. گفت هاشم خان به اون علما گفت که این آقا میگه من از علمای اسلام، شما با این بحث کنید که آیا واقعا از علمای اسلام هست یا نه. و من بهشان گفتم که تعداد شما زیاد است، من یک نفر. شما یک
چند تایتون رو که خوب عالم سرشناس است انتخاب کنین تا ما با او بحث. گفت اینا انتخاب کردن و بحث و مناظره 3 ساعت طول کشید. من همونجوری ایستاده بودم، من نگفت که شما بیش. خب در هر بحثی که من پیروز می شدم و ادله و استدلال از کتاب‌های روایی اهل سنت قائم می کردم برای مذهب شیعه، می دیدم که هاشم خان راحتی پیدا می کرد. این از اون حالت عصبی که داشت، اون حالت عصبیش فروکش می تا بالاخره مولوی محمد نبی کاموی بلند شد، برای با آغوشش گرفت، گفت اینم یکی از علمای اسلام و برادر. گفت وقت هاشم خان گفت الان برید مذهبتون آزاد است، درس اصول فقهتون رو بگید، ولی به سیاست ما کار نداشت. اینم احضار دوم بود که از طرف دولت شده بود با حضور علمای اهل سنت. بالاخره ایشان کار رو به جای رسانید که همین مولوی محمد نبی کاموی که رئیس تمیز بود در زمان ظاهرخان، ایشان مرحوم جد ما رو برادر و همیشه می آمد در همین تکه خانه عمومی چنداول. ایشان در مدرسه ابو حنیفه در اول اندرابی، ما وقتی نمیدونم نه که کابل وارد هستن، روبروی هرگ تیمورشاهی کوچه اندرابی است. در اول کوچه اندرابی مدرسه امام ابو حنیفه است. از همین مدرسه ایشان با عده از طلاب دیگر است که شاگردانشان بودن می آمدن محضر آقای جد تکیه خانه عمومی و بعد بعض از شاگردان ایشان آمدن شاگردی مرحوم آقای حجت، که حجت هم درس می ادبیات عرب می خواندن، کتابای تفسیرشان رو می خواندن و همچنین کتابای رواییشان رو می آمدن می خواندن خدمت مرحوم جد ما حضرت آیت الله العظمای حجت. این مراحل اولی بود که ایشان برخورد کردن با علمای اهل سنت و همچنین عرض حضور انور شما باده و کار به جای رسید که در روز عاشورا ظاهرشاه خودش البته حضور نداشته، من نمیدانم ظاهرخان آمده یا نامده، ولی ما از شاه ولی خان عکس داریم که ایشان آمدن در تکیه خانه عمومی در روز عاشورا. پسر ظاهرشاه می آمد و همینجوری این برنامه ادامه داشت. زمان داود خانم سال اولی که من یادم هست وزیر معارف آمده بودن در تکیه خانه عمومی روز عاشورا و بعضی از علمای اهل سنت همون روز عاشورا سخنرانی میکردن، صحبت میکردن، مثل خان مولوی که بیشتر برادر عزیز ماجهای عادلی نسبت بهشان اشاره کرد و خیلی عالم جلیل القدری بود. بالاخره یک وحدتی، یک اتحادی بین علمای شیعه و سنی ایجاد و نکته ظریفی که در کلمات مرحوم جد ما بود این مطلب، ایشان میگفت که هر سنی شیعه است و هر شیعه سنی است و ایشان همین مطلب خودش را با استدلال و دلایل قرآنی و روایی به کرسی میشه. به نظر ما هر سنی شیعه است، نمیشه شیعه نه، و هر شیعه سنی است، نمیشه هر شیعه سنی نباشه به سنت پیغمبر احمد. این مطلب خیلی در بین جامعه افغانستان قابل ما جا افتاده و به حد عرضم حضور انور شما یک اتحاد و انسجام عملا در جامعه افغانستان اون روز ما ایجاد شده بود که خب من حالا خدمت شما عرض کنم همین نانوایی های ما اکثرا برادرای شیعه بود، چوب فروش های ما اکثر شیعه، اما کی چوب می آورد برشون؟ برادر اهل سنت قوس از اونجا چوب می آوردن، اینا می فروخت، فروشنده اینا بودن، آورنده اونا بودن، همه رو نسبت به هم دیگر اعتماد داشت و حتی من خدا میدانم که از بعضی از کسایی که با مرحوم جد ما رفت آمد داشتن و وقت جد می آمد بیرون میرفت قدم میزد، ناس پوشتش میرفتن. این مطالب جزئی که عرض میکنم. شما ببینید که یک عالمی که برای خدا قیام کنه، برای خدا حرکت کنه، هدفش الهی باشد، هدفش تبلیغ دین باشد، هدفش نجات انسانیت از گرفتاری ها و بدبختی ها باشد، چقدر تاثیرگذاره در انجام. وقتی که میرفت مثلا به طرف مندهی قدم میزد، دیگرکی هر روز دیگرکی مرحوم جد ما بیرون میامد قدم میزد. بعد همین دکانداران برادران اهل سنت ما به همین کسی که پشت جد ما میاد بفهمی آقا رو هر روز همین طرف. ما وقتی به سیمایی نگاه میکنیم معنویت رو در سیمایی و ما خیلی برکت رو برای خودمون اینقدر تاثیرگذار بوده. یعنی غرض اینه که یک عالمی که واقعا عمل صحیح در جامعه کنه، عملش مردم رو احیا میکنه، جامعه رو احیا میکنه. من از کنم آجای محسنی مطالب دیگه هم باشه، من در خدمت شما این نکته بود که من عرض کردم محاضرات ایشان با دولتی ها و با علمای اهل سنت و شاگردی علمای اهل سنت و اینکه چه کارهای دیگه کرده. بعضی کارها راجعای عادلی
صحبت کردن. تشکیل حوزه علمیه بود، اولین حوزه بود که ایشان تشکیل. آقای تقدسی رو خدا رحمت کنه، سخنرانیش پیش ما است. ایشان فرمود، این نکته رو عرض کنم در رابطه با تشکیل حوزه که آقای تقدسی روی منبر گفت، آقای تقدسی از شاگردای مرحوم جد ما، من تون صحبت میکنم، گفت که آقای حجت در اون مراحل اول که من آمدم کس حاضر نبود که درس آخوندی بود. گفت یک نفر پیدا کرد، او یک مقدار ادبیات عرب بلد بود، یک مقدار فقه و اصول بلد بود. گفت برای من قربت الاسخای سید محمد کاظم یزدی درس، یک کتاب فقهی است. گفت من برای شروع کردم درس. گفت به شرط درس میخونم که یک قرآن روز یک قرآن به من بدید. و من روز یک قرآن برای ایشان میدادم. گفت یک روز این به دست من نگاه میکرد که چه وقت یک قرآن بیرون میاد. گفت همون روز یک قرآن من نداشتم. بعد گفت که آیا جد یک قرآن چی شد؟ گفتم یک قرآن ندارم. خب پس دیگه درسم تمام. اینی وضعیت جامعه او زمان برای مردم بود که حاضر نبودن طلبه بشن. حالا این آدم چقدر زحمت کشیده، گفت که شما که یک قرآن نداری دیگه پس درسم تمام شد. نکته جالب بود. الان که ما مثلا میبینیم طلاب حالا خیلی الحمدلله در رفاه هستند. خداوند روح بزرگوار اعظم شما شاد کنه، شما را حفظ کنه. بسیار سخنان دلنشین، نکات. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فردا.